بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب شریف و جذاب آن سوی مرگ رو با هم مرور می‌کردیم که الحمدلله کتاب فروشی دانشکده هم کتاب رو آورده. گفتن تا آوردیم بخش زیادی ازش فروش رفت و قرار شد با زوره بیارن انشالله با تخفیف 20%. و الحمدلله مورد اقبال واقع شده کتاب. حالا ماجرا زیاده، خود صحبتایی که با ما میشه از جاهای مختلف در مورد کتاب و آثار کتاب و آثار خوب، آثار بد. 2 نفر تازه گفتن که ما اون 40 صفحه رو خوندیم تا مرز سکته رفتیم. گفتم باشد که رستگار شوید، حواستون رو جمع کنید که وقتی میگیم نخونیم یعنی نخونید. بعضی‌ها گفتن ما خونیم هیچیمون هم نشد. حالا در صورت بعضی‌ها گفتن که ما بیتابیم هر روز برای اینکه فردا فایلش رو گوش بدیم و بحث رو پی بگیریم. این از اخلاص نویسنده و اون افرادیه که این اتفاقات براشون پیش اومده و الحمدلله کتاب تاثیرگذاری است. 2 تا داستانش رو با هم خوندیم. داستان سومش رو انشالله از امروز شروع میکنیم. اگر بشه که تا ماه مبارک تموم بشه این داستان که خیلی خوبه، ولی بعید میدونم تا ماه مبارک این داستان سوم رو بتونیم تموم کنیم. هر چقدرش انشالله در خود ماه مبارک پیش میریم. داستان سوم برخلاف اون 2 تا داستان اول خیلی زود میره توی وقایع بعد از مرگ اون 2 نفر و اون 2 نفر یکم خوشمرگن، خوب میمیرن. یکیشون 2 بار میمیره، یکی هم 3 بار میمیره و اینا. این بزرگوار آخر یکم بدمرگه، بد میمیره، یکم طول میکشه دیرپز مرگش و واسه هم 1-2 روزی احتمالاً فقط باید مقدمه رو بخون تا برسیم به ماجرای مرگش که احتمالاً امروز نمیرسیم، فردا شاید برسیم انشالله به اینکه چی شد روح هستنش جدا شد. و ایشون میگه که من هر چی که یادم بیاد میگم. خیلی از این صحنه ها و نکته ها از ذهنم پاک شده، نمیدونم چرا، شاید خدا خواسته که افشا نکنم. اون آقا به صدای روحانی قول داده بود، اون مهندس، که افشا نکنه. ایشون به کسی قول نداده، خودش یادش رفته. بعد میگه که میخواستن ببینن ایشون رو. گفته بوده که من الان شمال کشورم و نمیتونم بیام. و میپرسن کجای شمال؟ میگه روستای فلان، روبروی جنگل یه ویلای به من قرض دادن. اینا میگن که خب ما هم شمالیم و پا میشیم میام اونجا ازت مصاحبه میگیریم. آدرس ویلا رو میگیرن. صبح جمعه زیر ابرهای تیره و آماسیده وارد ویلا شدیم. چهره خردمندانه و با نجابت سپید دم داشت اون آقا. موهاش جوگندمی، چشماش بخشنده، دهانش صمیمی بود. یک استاد دانشگاهه که راضی نیست نامش رو بیاریم، بنابراین به جای اسمش از عنوان دکتر استفاده میکنیم. دکتر کمتر از 40 سال داره. در اوایل جوانی ازدواج کرده، صاحب چند فرزنده. پدر و مادرش در شهر کبیری فلان به دنیا اومدن. اونا بعد از ازدواج به تهران کوچ کردن. دکتر در تهران متولد شده، اکنون با زن و فرزندانش در تهران زندگی میکنه. صبحونه رو آشپزخونه خوردیم. با 1 فلاسک چای، قندان و 3 فنجان به بهار خواب رفتیم. چشمانداز عالی و بی‌نظیر بود. مه با اشتها ما میگیم مه با اشتهای زیاد جنگل را میبلعید. جنگل در غرب تقریباً 500 متر جلوتر از ویلا قرار داشت. شالیزارها در شرق و ویلاهای مسکونی در شمال واقع شده بودند. بهشت رو توصیف نمیکنه، شمال رو داره فعلا. آره یه جوریه که آدم فهم کنه داره بهشت رو توصیف میکنه. یکی توییت کرده و من موندم واقعا این مازندرانی هایی که میرن توی این امامزاده های شمال حاجت دارن و پول میندازن اینا، واقعا حاجتشون چیه؟ الان خود خدا حاجتش اینه که بیاد بین اینا زندگی کنه. اینا حاجتشون چیه در واقع؟ چی میخوان؟ خلاصه تعدادی ویلای اشرافی به عنوان نشانه‌های از آلودگی ثروت در دامنه جنگل دیده میشد. مقابل ویلای ما کوچه‌ای بود پهناش به 8 متر بود. اون کوچه دریاچه قشنگ و شاعرانه‌ای داشت.
دریاچه منظورم یه آبگیر طبیعی گود و بسیار پهناور بود. دقایقی گذشت، کمی دورتر از نرده‌های بهارخواب دور یک میز گرد روی صندلی‌های حصیری نشستیم. حسین دوربین فیلمبرداریشو روشن کرده و به دکتر گفتم حالا میتونید قصه‌تون رو شروع کنید و گفت من مرگ رو حدود 3 سال پیش تجربه کردم. بعد میگه که میخواید از لحظه مرگم شروع کنم یا از قبلش؟ گفتیم هر چی که لازمه بگید. و اینکه چه اتفاقی باعث شد که مرگ رو تجربه کنید، تو اون عالم چه دیدید، چی شنیدید و چه کردید. خودش شروع کرد. گفت ماجرا از اون سردردهای شدید شروع شد. چه مدت قبل از مرگ؟ 1 سال قبلش. از 1 سال قبل از مرگ سردرد شدید داشتش. من از اون موقع مرتب دچار سردرد می‌شدم. اول به خودم گفتم شاید چشمام ضعیف شده، برای همین سرم درد میگیره. بنابراین نزد چشم پزشک رفتم. او چشمام معاینه کرد، گفت هیچ مشکلی نداره. به یه طبیب گیاهی هم مراجعه کردم. یکم دارو به من داد. داروها رو خوردم، اون ذره‌ای بهتر نشدم. در نتیجه سر خورد به قرص‌های استامینوفن کدوئین پناه بردم. این قرص‌ها تسکین دهنده بودن، فقط برای مدتی مرا آروم کردن. دیگه موضوع سردرد من همه جا پیچیده بود. همه دوستا، اقوام، دانشجوها، همکارام قضیه رو میدونستن. به هر حال 1 سال با این مصیبت به سر کردم. گاهی به خاطر مطالعه و ایناست دیگه، باید اینا رو دقت کرد. مثلا دم غروب مطالعه کراهت داره، غروب آفتاب مطالعه کراهت داره. بزرگانم مقید بودن به این مسائل. اینا گاهی عامل همین مسائل میشه، سردرد میاره. این مسائل باید مراعات کرد. میگرن گاهی که یکی از بیماری‌های علمایی اینه دیگه، میگرن. 2-3 تا بیماری دیگه هم مسئله اسم نمیارم، اونا هم بیماری‌های علمایی معروف. بعد عرض کنم که این کتابای، حالا بگم بخندیم بعد ادامه بدیم، کتابای حوض لمعه و مکاسب و اینا، یه نسل مثلا قبلتر از این کتابایی که الان هست خطی بود، نسخه ها خطی بود. نسخه های خطی هم اون خطاتش اینجور در حال چرخش نوشته بود، نه دیدید یا نه؟ طلبه به اینا میگن فرمونی، یعنی مثل فرمون به چرخون متن که داری میخونی. یعنی قشنگ خود مصنف مشخص بزرگوار تو هر صفحه‌ای یه دور 2 فرمونه زده، قشنگ رفته شلو برگشته. بعد ما که طلبه شده اینا بود، خیلی طلبه با اینا میخوندن، الان دیگه پیدا نمیشه. بعد میگفتن که خب خود همینو خیلی باعث سرگیجه و سردرد و میگرن و اینا میشد، خود خوندن و خطای ریز و کج و میگفتن یه طلبه شب بچهش بیخوابی گرفته بود، هرچی لالایی و روپایی و هر کاری که بگید انجام دادن و حرف بزنن و نمیدونم شعر بخونن و هر کار کردن، دیدن این بچه نمیخوابه. این طلبه دیگه کفری میشه، میره کتاب لمعه‌شو در میاره از همین فرمونیا میگیره جلوی چش بچه یه نگاه میکنه قش میکنه. سرگیجه گرفته بوده با یه نگاه، فقط که تاب داشت. خلاصه اینا عامل سردرده، باید حواسمون باشه. این آقا ماجراش با این سردردها شروع میشه. میگه که مراجعه دیگه نکردم به دکتر چون من از دکتر خوشم نمی اومد، آمپول میزدن بهم. بعد میگه پس از آمپول میترسیدم؟ میگه خیلی. بعد میگه حسین چشمکی حواله دکتر کرد، گفت منم یه دوستی دارم همینقدر از آمپول میترسه. دکتر منظورشو فهمید، از من پرسید واقعا از آمپول وحشت داری؟ گفتم بی اندازه. آخرین باری که بهم آمپول زدن 6 سالم بود، برای تزریق آمپول منو به زور روی تخت درمونگاه خوابونده بودن. پرستار بی‌وقفه از من خواست که عضلاتمو شل کنم، اما ترس باعث شد که نتونم. بیماریم سرماخوردگی بود، ولی سوزن سرنگ در گوشت سفتم فرو رفت و در عضله‌ام شکست. بعد گفتش که 1 سال تمام سردرد رو تحمل کردم. دوشنبه‌ای در اواسط تابستان بود، با خبر شدم که روز قبل آقای دکتر فلانی در زادگاهش فوت کرده. ایشون یکی از اساتید من در زمان دانشجویی بودن. بر اساس وظیفه تصمیم گرفتم که در مجلس ترحیمشون شرکت کنم. همزمان با این تصمیم یکی از همکارامو دیدم، او هم از شاگردای اون مرحوم بود. وقتی از قصدم با خبر شد گفت منم با تو به شهرستان فلان میام تا تو مجلس ترحیم شرکت کنیم. بعد میگه که ما با هم رفیق بودیم مثل 2 تا برادر. من سید جلال صداش میکردم، هرچند اسمش سید جلال نیست. بعد میگه که
اون شهری که زادگاه اون استاد ما بود از شهرهای باستانی کشور بود، برای همین قرار گذاشتیم که وقتی رفتیم یه 2-3 روز اونجا بمونیم، بناهای قدیمیش هم ببینیم، بعد برگردیم. دیگه من بعضی جاها رو دارم چی میکنم، رد میکنم دیگه، چون از وقتمون گرفته نشه. بعد ایشون میگه که قرار شد ساعت 11 شب به سمت شهر مورد نظر حرکت کنیم با اتومبیل من. اگه ساعت 11 راه میافتادیم با کمی خوش شانسی میتونستیم 8 صبح اونجا باشیم. از تهران تا کجا 9 ساعت؟ به نظرم شیراز باید باشه. خب یادم است که سر ظهر به خونه رفتم، نهار خوردم و وقتمو تا غروب به همسر و بچه‌هام اختصاص دادم. کمی بعد از غروب وضو گرفتم، نماز مغرب و عشا رو خوندم. همین که نمازو تموم کردم دچار سردرد شدم. همسرم فهمید، گفت قرار ساعت‌ها پشت فرمون بشینی، چرا نمیری کمی استراحت کنی؟ خاطر جمع باش، ساعت 9:30 موقع شام بیدارت میکنم. به حرفش گوش دادم، وارد اتاق خواب شدم، روی تخت دراز کشیدم و به خواب رفتم. همسرم سر ساعت 9:30 منو بیدار کرد، گفت عزیزم شام آماده است. با هم به آشپزخونه رفتیم. بچه‌ها دور میز نشسته بودن، کنارشون نشستم. میلی به غذا نداشتم. از همسرم خواستم یه استکان چای و چند تا خرما برام بیاره. چای رو نوشیدم، خرماها رو خوردم، از آشپزخونه به حال رفتم. تلویزیون روشن بود، روی مبل لم دادم، برنامه‌ای رو که در حال پخش بود تماشا کردم. طولی نکشید که همسر و بچه‌هام به من پیوستن. خسته نشی، انرژیاتون نیفته. یه رو به 11 شب ساکمو برداشتم، از خانواده‌ام خداحافظی کردم، به سمت خونه سید جلال راندم. او بیرون منزلش منتظرم بود. سوار شد حرکت کردیم. مثلا اول متوجه شدم که قیافش تلخه. علتشو پرسیدم، جواب داد که از ظهر تا حالا کمرش به شدت درد میکنه. بهش توصیه کردم که عقب ماشین دراز بکشه، قبول نکرد. فقط چشماشو بس اما به خواب نرفت. من در سکوت به راندن ماشین ادامه دادم. شوربختانه بعد از طی 80 کیلومتر از راه دوباره گرفتار سردرد شدم. یه وقت سید جلال چشماشو باز کرد، پرسید خسته شدی؟ گفتم سرم داره میترکه. کاش میتونستی سرتو به من قرض بدی، اون وقت بدون ذره ناراحتی تا قاره آفریقا رانندگی میکردم. خواست ترمز کنم تا پشت فرمون بشینه. گفتم ولی تو کمردرد داری، درست نیست رانندگی کنی. گفت درست اینه که تو استراحت کنی من برونم تا هر دو زنده بمونیم. صداش عادی نبود، صدای تلخ حقیقت بود، صدای اخطار بود. با وجود این به حرفش اعتنا نکردم. نیم ساعتی همچنان پیش رفتم. دردم لحظه به لحظه بیشتر میشد. در ظرف مدتی کوتاه چنان شدت گرفت که جاده رو باد کرده تار و شیبدار میدیدم. به اجبار سرعت ماشین رو کم کردم، اما پامو از روی پدال بر نداشتم. یه جا 2 تا از چرخهای ماشین از آسفالت خارج شد. سید جلال فریاد کشید، داری چه غلطی میکنی؟ میخوای از میون بر بری؟ زود ترمز کن. لازمه یادآوری کنم که من گونی سیب زمینی نیستم. اگه ماشین رو چپ کنی منم صدمه میبینم. این سردرد مزاحم فقط مشکل تو نیست، مشکل ماست. ماشین کنار جاده متوقف کردم، پیاده شدم. سید پشت فرمون نشست. من به اصرارش روی توشک عقب دراز کشیدم. سید جلال در حالی که ماشین رو راه مینداخت گفت فعلا تنها چارت اینه که نکاتی رو به خود تلقین کنی. فکر کن سردرد نداری. فکر کن هیچ وقت سردرد نداشتی. اصلا نمیدونی سردرد چی. قرقر کنان گفتم چطوره به خودم تقلید کنم که من هیچ وقت سری نداشتم که درد بگیره. بعد از این حرف ساعد دستم رو پیشونی گذاشتم، کم کم به خواب رفتم. تا وقتی صدای سید رو شنیدم که میگه بیداری جواب دادم نبودم، ولی حالا به لطف تو بیدارم. بلافاصله روی توشک عقب نشستم. دیدم در یک استراحتگاه بین راهی توقف کرد. یه ربع تا طلوع خورشید باقی مونده بود. پیاده شدیم، رفتیم وضو گرفتیم، نماز صبح در نمازخونه اونجا خوندیم. هنوز سرتون درد میکرد؟ نه، سردردم برطرف شد و احساس گرسنگی میکردم. هر دو تا به رستوران استراحتگاه رفتیم، صبحونه خوردیم. بعد به سمت ماشین راه افتادیم. خودم پشت فرمون نشستم. حدود 40 کیلومتر جلوتر مجددا سردرد به سراغم اومد. سرم با هر تکون ماشین بیشتر درد میگرفت. انگار رو توی هاون انداخته بودن و میکوبیدن. باز هم جاده رو شیبدار و مات میدیدم. خجالت زده به سید گفتم نمیتونم به خوبی جاده رو ببینم، ببخش، ولی مجبوریم جامون رو با هم عوض کنیم. خلاصه همین ریتمو برم یا بپرم ازش؟ بپریم. خلاصه میگه که ما رفتیم و اونجا رسیدیم و بعد سید جلال گفت که نمیتونی تو مجلس ترحیم بیای، همین هتل بمون، من تنها میرم. قبول کردم. از من پرسید که به چیزی احتیاج نداری؟ گفتم فقط خواب میخوام. رفت و من همش حالت تهوع و سردرد و اینا داشتم. ساعت 10 سید تلفن کرد و گفتم حالم خوب نیست. گفت تا نیم ساعت دیگه برمیگردم هتل. تماسو قطع کرد. سید به برادر زنش زنگ زده بوده، من خبر نداشتم. برادر خانومش متخصص مغز بوده تو تهران. این ازش میپرسه که این چیکار کنه. اونم میگه که سریع همکارتو ببر بیمارستان و اسکنش کن.
سید جلالم بعد از اون تماس تلفنی به هتل میاد، به من نگفت به برادر زنش چی گفته و اینا، فقط خواست که پاشیم با هم بریم بیمارستان. اعتراض نکردم، پا شدم، بدنم نامتعادل بود، باهاش رفتم بیمارستان. یه خانم دکتری ما رو دید و گفت که هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم و این حرفا. بعد معاینه کرد، گفت سینوزیته، مشکل شما به خاطر سینوزیته. سید جلال گفتش که میخوام برای اطمینان بیشتر دستور اسکن بدید، امکانش هست؟ اونم گفت که باید تا فردا صبر کنید. داخل پرانتز اینجا ایران است. به دلیل این مسئله فنی امروز امکانش وجود ندارد. تا فردا ای زنده مونی ان شاء الله اسکنت میکنید. به هر حال مریض شما نیازی به اسکن نداره. دکترش کشته منو. مطمئن باشید که تشخیص من درسته. طرف بعدش میمیره که میگه تشخیص من درست، سینوزیت داری برو راحت باش، بعد طرف میمیره. بعد شروع به نوشتن نسخه کرد. به من گفت این داروها رو مصرف کنید حتما بهتر میشه. رفتیم داروها رو خریدیم، هتل برگشتیم، داروها رو خوردم، همه رو بالا آوردم دور از جون شما. جلال برای مدت کوتاهی از اتاق بیرون رفت. در بیرون به برادر خانومش زنگ زده بود. برادر خانومش هم گفته بود که قطعا تشخیص دکتر عمومی بیمارستان اشتباهه، باید همکارتو به یک جفت چشم متخصص نشون بدی. و گفته بود که 20 کیلومتر جلوتر از جایی که هستی شهرستان فلانه، فوراً همکارتو به بیمارستان اونجا ببر، بیمارستان مجهزی داره، من با رئیس اونجا دوستم، یکی از بهترین جراحای کشوره، وقتی اونجا رسیدی برو معرفی کن و منم باهاش تماس میگیرم صحبت میکنم. اونم سید جلال به دروغ به من گفت که من الان با مدیر هتل حرف زدم، پیشنهاد کرد تو رو به بیمارستان شهر مجاور ببرم، میگه پزشکاش مهارت بیشتری دارن. در مدت کوتاه منو راضی کرد به بیمارستان اون شهر بریم. 20 دقیقه بعد با ماشین وارد بیمارستان شدیم. جلال ماشین رو در گوشه پارک کرد، پیاده شدیم داخل ساختمون رفتیم. تا وارد شدم حالم بدتر شد، از درد به خودم گره خوردم، شدیداً حالت تهوع پیدا کردم. چندان حالیم نبود که در اطرافم چی میگذره. سید من روی صندلی نشون گفت همینجا باش تا چند دقیقه دیگه برمیگردم. رفت پیش رئیس بیمارستان، دستور داد که اسکن کنن. بعد از اون سید اومد منو برد سی تی اسکن. اونجا من اسکن کردم. بعد چون حالم خوب نبود ازم خواستن که در اتاق کناری دراز بکشم. با جلال به اتاق بغلی رفتیم و گفت من میرم گزارش تصویربرداری بگیرم، به دکتر متخصص نشون بدم. و گفتش که اون طرف تا دید گفت این شخص تصادف کرده یا در حین کتککاری ضربه‌ای به سرش خورده. از قرار معلوم خیلی از مویرگ‌های مغزش پاره شده، برای همین فشار مغزش خیلی بالاست. تعجب میکنم که چطور تا حالا زنده مونده. اون گفت سینوزیت، قصه نخور. سید جلال بسیار مضطرب میشه، دوان نزد رئیس بیمارستان میگه آقا روایت داریم اگه جاهل ساکت باشه هیچ کی مشکل بر نمیخوره. من توی مسابقه برنده باش خیلی به این نتیجه رسیدم واقعا. آقا نمیدونی چرا رأی میدین، بدبختم به باد میدی. کلی راه پا شده اومده، حضار 80% گزینه کاملا بی ربط میفرستن میره این بدبخت. اون رأی نده وقتی نمیدونی. لو سکت الجاهل امیرالمومنین، اگه جاهل ساکت باشه مردم در امانن. نمیدونی نگو. اینم بگیشه میگه سینوزیت داری. خلاصه رئیس تا گزارش مطالعه کرد از جاش میجنبه، میگه این مریض باید بره اتاق عمل و برای عمل جراحی به اجازه یکی از بستگانش احتیاج داریم. لطفاً ترتیب، منم سرگیجه دارم فکر کنم، سینوزیت دارم احتمالاً. ما برای عمل جراحی به اجازه یکی از بستگانش احتیاج داریم، لطفاً ترتیبش را بدهید. سید به اون میگه ولی هیچ کدوم از بستگانش در دسترس نیستن، خانواده‌اش تهران زندگی میکنن. میپرسه میشه با آمبولانس ببریمش تهران؟ با تیم پزشکی دکتر میگه اگه خیلی اصرار دارید میتونم این کارو بکنم، اما ممکنه مریضتون با دیدن آمبولانس و تیم پزشکی دچار استرس بشه، در نتیجه فشار مغزش از حد فعلی هم بالاتر بره. این برای او به مثابه تیر خلاص. کمی فکر میکنه اون وقت میگه بهتره من به کمک دارو فشار مغزش رو برای مدت 10 ساعت پایین بیارم. در این فاصله زمانی شما میتونید با اتومبیل شخصی به تهران برسونیدش به یک بیمارستان مجهز. یکی از بستگانش رو هم خبر کنید تا برای دادن رضایت به اونجا بیاد. سجل میگه بسیار خوب، لطفاً فشار مغزش رو پایین بیارید، من رو به تهران میبرم. و میگه منم بیخبر بودم از این گفتگوها، با نگاهی مات دراز کشیده بودم، احساس میکردم حفره بزرگ و تاریکی در مغزم ایجاد شده. وقتی دیدم یک سر خاکستری روی بدنی تار به من نزدیک شد، نمیدونستم که این شخص رئیس بیمارستانه. دستور داد دارویی به من تزریق کنم، فکر میکردم قرص یا شربتی هم به من خورانیدن، مطمئن نیستم. به هر حال اون به کمک دارو در عرض نیم ساعت دردم رو پایین آوردن، بدون که من بگم فشار مغزم به طور موقت پایین آوردن.
بعد نمیدونستم بعد تا چه حدی وخیمه، میخوام تا یه جایی برسونم. یه کمی گفتم این اولش خسته کننده است، از بعدش جذاب میشه. از فردا انشالله سر نقطه اصلی برسونم، امروز تحمل کنید، از فردا انشالله. بعد گفتش که رئیس بیمارستان سید رو برد اتاقش، در اتاق گزارشی دقیق وضعیت هم می‌نویسه، بهش میده، ازش میخواد که اون گزارش رو در تهران پزشک جراح تحویل بدم. بعد به سید جلال گفتم از نتیجه اسکن بگو، من باید بترسم. جواب داد نه اصلا، دکتر معتقد تو به صورت کامل احتیاج داری، حداقل یه هفته صورت مطلق در منزل، بنابراین خوبه که همین الان به سمت تهران حرکت کنی. اینم نکته مهمیه ها که سر وقتش خیلی وقتا آدم راستو نباید بگه. یه الان مثلا میزنه زیر گریه و عزیزم دیگه هر چی بود بین ما تو هنوز خیلی جوونی عزیزم، از این حرفا میتونست بزنه. اینجا اصلا دروغ مستحب بلکه واجبه، به مریض اینجا باید دروغش رو گفت. خلاصه طولی نکشید با هم به حیاط بیمارستان رفتیم. به جایی که ماشینم پارک کرده بود من زود سوار شدم، رو صندلی سمت راست نشستم، ولی سید همون وقت سوار نشد. قدری از ماشین فاصله گرفت، به یکی تلفن کرد، خیال می‌کردم داره با همسرش حرف میزنه. صحبتی که تموم شد اومد پشت فرمون نشست و حرکت کردیم. و وقتی می‌خواستیم از بیمارستان خارج بشیم دو نگهبان راه بر ما بستن. یکشون با سر به سید اشاره کرد که پیاده بشه. سید بلافاصله از ماشین بیرون پرید، اونا رو با خودش به اتاق نگهبانی بردن. سید بعد از چند دقیقه بیرون اومد، سوار ماشین شد. پرسیدم چی می‌خواستن؟ گفت اعتراض داشتن چرا ماشین رو داخل بیمارستان بردم. ولی اینجور نبوده، نگهبانا فکر می‌کردن که من بر اثر کتککاری دچار آسیب مغزی شدم. هرچی سید میگفته که دعوای رخ نداده باور نمی‌کردن. برای سید از اونها میخواد که با رئیس بیمارستان تماس بگیرن و اونا زنگ میزنن صحبت میکنن و منو خلاصه تنظیم کردن و شل و منگ بودم، ذهنم توان کاویدن نداشت، میدیدم میشنیدم حرف میزدم ولی گیج بودم، گیج و گرسنه. تو راه گفتم اینجا وایسا غذا بخوریم و نگه داشت و خلاصه میگه که آب میوه داره. خیلی با جزئیات نقل میکنه ایشون همین ماجراها رو و هی فکر میکنه الان یه اتفاقی میفته، میبینی مشقی رد میکنه، سلام ماشین چپ میکنه، نه رفتیم رسیدیم یه ناهاری هم خوردیم و هیچی نیست. خلاصه در ابتدای جاده کنار گذر یکی از اساتید دانشگاه شهر رو دیدیم، درست لب جاده ایستاده بود که الان معلوم میشه که این تماس که گرفته بود اون استاد رو ردیف کرده. خیلی آدم حرفه‌ای بوده این سید جلال که اون بیاد بغل جاده وایسه و سوارش کنن. اونم میگه ماشینم خراب شد و منو بردارید اینجا برید و فلان و اینا، و سوار شد و رانندگیرم سپرد به همون استاد چون خودش کمر درد داشت. بعد میگه که رفتیم اول خونه ما و دیدم که سید جلال داره با خانم من یه صحبتایی میکنه و اینا. بعد منو بردن بیمارستان، رئیس بیمارستان گزارش رو خوند و فلان و اینا، جراح خوند، دستورات به پرستارا داد و 2-3 دقیقه دیگه تمومش کنم. همسرم یه خودکار 2 برگه تایپ شده یک استامپ جلوم گذاشت، گفت باید پایین برگه رو امضا کنم، انگشت بذارم. پرسیدم چرا؟ جواب داد برای اینکه بتونی در بیمارستان بستری بشی و همجور امضا کردم و گفت که باید مغزتو عمل کنن. اگر با بیل به صورتم میکوبید اثرش کمتر بود. حسابی خودمو باختم، مثل یه جنازه سرد شدم. اگه کسی به من دست میزد باید غسل مس میت به جا می‌آورد. نمیدونم چقدر گذشت که از مرد بیحال خواهش کردم همسرش رو صدا بزنه. رفت و همسرم رو صدا بزنه، رفت و همسرم به اتاق فرستاد. بهش گفتم اینا قصد دارن منو عمل کنم. گفت مجبورن، چاره‌ای ندارم. گفتم اگه اجازه ندم چی میشه؟ گفت که تو باید به خاطر ما اجازه بدی و اینا میمیری و از این حرفا دیگه. میبرنش تو اتاق عمل و بیهوشی و اول وقایعی که براش پیش میاد که وقایع دلهره آوری است، بخش اولش و ترسناکه. یه کمی امروز یه کمی آماده شدیم با هم گرم کردیم، از فردا انشالله وارد اون بحث خوفناکش خواهیم شد. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما و صلی الله علیه و